روایت می‌کنند روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کنار کودکی گذشتند که نان خشکی در دست داشت و همان را می‌خورد. پیامبر با مهربانی فرمودند: فرزندم، چرا غذا نداری؟ کودک سرش را بلند کرد و با لبخندی آرام گفت: ای رسول خدا، ما فقیر هستیم، اما خدا به ما چشم داده تا ببینیم، دست داده تا بگیریم و جان داده تا زندگی کنیم. اگر اینها را نداشتیم نان چه سودی داشت؟ همین جمله ساده چشمان پیامبر را پر از اشک کرد و فرمودند: نعمت فقط سفره پر نیست، گاهی دل پر از رضایت بزرگترین نعمت جهان است. لحظه‌ای مکث، ای کسی که این صدا را میشنوی، اگر قلبت هنوز رضا را میفهمد، اگر هنوز برای داشتهات شکر میکنی، از همین جا آهسته بگو الحمدلله. و حالا اگر دوست داری این پیام نورانی به دلهای بیشتری برسد، لطفاً کانال را سابسکرایب کن و یک الحمدلله در کامنت ها بنویس تا این چرخه خیر ادامه پیدا کند. الحمدلله رب العالمین.